ای نشست صف اول نکنی خود را گم، پی اقدام تو هستند هنوز این مردم. من راجع به این شعر هیچ وقت حرف نزدم، میدونید شاید کم پیش اومده توی یه جمع عمومی تو مجلسی حرف زده باشه. سال 94 و 95 و 96 و 97 من توفیق داشتم نماز عید فطر رو شرکت کردم برای شعرخوانی. سال 96 که من اون شعر رو خوندم، ای نشست صف اول نکنی خود را گم، پی اقدام تو هستند هنوز این مردم. من راجع به این شعر هیچ وقت حرف نزدم، میدونید از اولم مقصود یه شخص خاص نبود، از اولم مقصود یک نفر نبود، از باب النصیحة لأئمة المسلمین بود، از باب امر معروف و نهی از منکر بود. من اون شعر رو که خوندم اومدم پایین، تلخی این قصه هیچ وقت از دل من نمیره، هیچ وقت. من شعر رو که خوندم اومدم پایین، چپ و راست همونجا منو مورد نوازش قرار دادن بعد از نماز. و وقتی میخواستم از مصلی برم بیرون، یه جوون تنها، هیچ وقت یادم نمیره، این ماشینای دستمال کشیده پرشیاهای شیشه دودی، من تنها پیاده از شبستان تا در مصلی می اومدم، این ماشینا از کنار من رد می شدن و یه جاهایی هم وقتی به اون زیرگذر می رسید یه خاکی بود، یه خاکی هم بلند می شد. خیلی صحنه تلخی بود برام. جزو اولین نفراتی که جزو معدود مسئولینی که من رو دید در آستان قدس، به من روحیه داد، به من انگیزه داد، از من تشکر کرد، گفت خیلی شعر خوبی بود. در حرم امام رضا رواق امام خمینی مجلس تموم شد، اومدم پایین، این سید بزرگوار اینطور با من برخورد کرد. وقتی رئیس جمهور شد، خب من قرار بود که با خدا عهد بسته بودم که صدای مردم باشم، این دولت و اون دولت برام فرق نکنه، هرچند که آدم فرق‌ها رو میفهمه، آدم باید منصف باشه و عاقل باشه. من 1400 یه شعر دوباره خوندم. در اون شعر انتقاد بود به دولت، به صنعت خودروسازی و موارد دیگر. در دولت آقای رئیسی خیلی برام مهم بود چطور با من برخورد میکنه. 22 بهمن جمعه بود، شعر رو میدون آزادی خوندم، اومدم نماز جمعه قبل از سخنرانی، قبل از خطبه های ایشون در 22 بهمن در روز جمعه شعر رو خوندم. پرینت هم گرفته بودم یه نسخه برای ایشون، روش هم نوشته بودم که این شعر از باب النصیحة لأئمة المسلمین. هیچ برخوردش با من تفاوت نکرد، ذره ای برخوردش با من تفاوت نکرد، که تا دیروز این شعر مخاطبش شاید کسان دیگری بودن که از نظر من نبودن، از نظر من همه صف اولیا بودن. اون روز مخاطبش خود ایشون بود، هیچ برخوردش فرق نکرد، همون جور گرم برخورد کرد، همون جور محبت آمیز، همون جور با آغوش باز. 1422 بهمن، همین چند ماه قبل، شعر من صریح‌تر، حرف مردم. بلافاصله از جایگاه اومدم پایین، با ایشون روبرو شدم، با همون ملاطفت، با همون مهربانی. شاید برخی از رفقای من که با ایشون کار میکردن بعد از اون روز برخوردشون با من عوض شد و بعضیشون به من عتابم کردن، تماسم گرفتن، گفتن شما روابط چند تا کشور رو به هم ریختی و این چه طرزشه. گفتم آقا من انقلابیم، من که دیپلمات نیستم. خب دوباره درستش کن، سفیر فلان بود و سفیر بهمان بود و شما انصاف ندارید ولی ایشون نه، برخوردش عوض نشد. خوش به حالش. سید ابراهیم رئیسی رفت، امشب شب اول قبرش با همه خوبیاش. امشب سید ابراهیم رئیسی و اعمالش و او در محضر خداست. ما میخوایم چه کنیم؟ ما چطور این راه رو میبینیم؟ ما که یه عمری گفتیم امام حسینی هستیم و گریه کنیم و دل به تو دادیم و ادعا داشتیم و مردم به ما التماس دعا گفتن و مردم گفتن ما مریض داریم و یه جایی مردم دست سر و صورت ما کشیدن گفتن تبرک، اینا روزه خونه امام حسینن، اینا گریه کنه امام حسینن. ما میخوایم چه کنیم؟ خدایا ما رو برای خودت تربیت کن، خدای ما رو برای دینت، برای مکتبت، برای خلائقت، برای مردمت مفید و به درد بخور قرار بده. ای خدا ما که قراره بمیریم، عاقبت ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. برای شادی روح این شهدا، همه اونایی که در این حادثه از دنیا رفتن. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.